سیل و اما بعد از سیل. در روزهای پایانی سال 97 و منتهی به 98 در بخش‌های وسیعی از ایران سیلی خروشان و ویرانگر راه افتاد. بنابر اعتراف خود رسانه‌های رژیم، 23 استان از 31 استان ایران درگیر شرایط ناپایدار جوی و طغیان آب رودخانه‌ها شدند. خیلی بیشماری از مردم تمامی دار و ندار خود را از دست داده و از هستی ساقط شدند. عده بیشماری جان خود را از دست دادند و خسارات هنگفتی به راه‌های مواصلاتی، شهر و روستا، اراضی حاصلخیز کشاورزی، خطوط انتقال آب، برق، گاز، تلفن و غیره و نیز کارگاه‌ها و مراکز کاری، دام و احشام و محصولات کشاورزی وارد شد. بنابر گفته خود وزیر نفت، صنایع نفت ایران نیز از این آسیب‌ها مسئول نمانده است. عوامل متعدد و حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون این فاجعه عظیم نقل محافل داخلی و خارجی است و هر جریانی به فراخور دیدگاه سیاسی و منافع گروهی خود آن را تحلیل و تفسیر می‌کند. این روند تا جایی پیش رفته است که به میدان تسویه حساب‌های بین جناحی رژیم نیز مبدل گشته است. مگر غیر از این است که در این وانفسا و وارد شدن نام سپاه پاسداران به لیست جریانات تروریسم خارجی آمریکا، دستگاه تبلیغاتی رژیم و منابر و تریبون‌های نماز جمعه مشغول اعتبار تراشی برای این نیروی منفورند، نالایقی، بیکفایتی، نامدیریتی، سودجویی، زیاده‌خواهی و منفعت طلبی و بالا بودن دوز صرف هزینه‌های تروریستی و خرابکارانه سپاه پاسداران و تلاش برای حصول این هزینه‌ها و همزمان کسب درآمد بیشتر باعث نشده است که آنها با دستکاری و انحراف بستر رودخانه‌ها و مسیر جریان طبیعی آب دچار اختلال بکنند و یا سایر پروژه‌های در دست احداث آنها چه لطمات ویرانگری را به ایران تحمیل نموده است. سیلی ویرانگر آمد و خرابکاری وسیعی را به دنبال داشت. گرچه سیل، طوفان، زلزله و سرما و گرما و تگرگ و تمامی اتفاقات طبیعی خارج از اراده انسان است، اما اقدامات و طرح‌های پیشگیرانه، آماده سازی، شیوه مدیریت و نحوه تعامل با آنها بدون شک در اختیار خود انسان است. اما در ایران نه در اتفاقات این روزها، بلکه به درازای نزدیک به نیم قرن شاهد این نالایقی‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها بوده ایم. یکتاز بودن سپاه پاسداران و دستاندازی به حوزه‌های تأسیسات، زیست و محیط زیست، جامعه، سیاست، تولید، خدمات، اقتصاد، امنیت و غیره آن حوزه‌های غیر مرتبط است که ما امروزه عوارض و تبعات آن را به عینه می‌بینیم و شاهد آنیم. دستکاری در محیط زیست، ساخت و سازهای نامدیرانه و سودجویانه، تخریب طبیعت، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی مسیل و رودخانه‌ها جزئی ترین نمودهای بحران امروز هستند. لاقیدی و عدم قبول مسئولیت در کمک رسانی، ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی و سنگ‌اندازی در مسیر کمک‌های بین‌المللی به آسیب دیدگان، مظلوم نمایی و فضاسازی تبلیغاتی مبنی بر کارگری تحریم‌های آمریکا در رسیدن کمک‌های بین‌الملل به مناطق آسیب دیده و سیل زدگان و نیز ممانعت از ورود سیلاب به حوزه‌های ارضی تحت تسلط سپاه پاسداران و هدایت آن به سوی مناطق مسکونی، اراضی و باغات مردم در خوزستان بیانگر فاجعه‌ای غیر قابل تصور است. عدم کمک رسانی، ترغیب،
تشویق و حتی ناچار نمودن مردم بومی و عرب خوزستان به کوچ و مهاجرت اجباری نشانه‌های اقدام رژیم به تغییرات زیست محیط و بافت‌های جمعیتی برنامه‌دار است. اگر چنانچه مردم تن به این کوچ اجباری ندهند که نباید بدهند، بعد از فروکش کردن سیل خود را در سرزمینی سوخته خواهند یافت که با توجه به عدم کمک و جدیت حکومت در بازسازی و جبران خسارات وارده، راهی بجز کوچ اجباری پیش روی خود نخواهند داشت. حال از هستی ساقط شدن مردم جای خود دارد. عوارض و تبعات فاجعه بار دیگری را باید بدانها افزود. بدیهی ترین این تبعات نیز شیوع انواع بیماری ها، تشدید آنها با توجه به آغاز فصل گرما، گسترش به سایر مناطق، حضور اجباری و ناخوانده حشرات، خزندگان، حیوانات وحشی و غیره است. لذا مردم نباید هیچ اعتمادی به وعده‌های رژیم داشته باشند، چون عملاً آنها نه تمایلی به انجام کار و کمک رسانی دارند و نه مشغله‌شان آن است. همچنان که تاکنون چنین بوده است. اگر چنانچه مایل بودند، آیا از مردم محروم کردستان فقیرترند که علیرغم تمامی مشکلات و فشارهای وارده بر خود، بنابر گواهی خود مردم لرستان و خوزستان، پرچمدار پیشتاز کمک رسانی به مردم آسیب دیده بودند؟ میگویند جلوی ضرر را از هر کجا بگیرند منفعت است. پس مردم ناچارند برای ممانعت و پیشگیری از حوادث فاجعه بارتر به میدان آمده و برای خود و نسل‌های بعد از خود با به زیر کشیدن رژیم اسلامی مصونیت ایجاد نمایند.